سلام نفیس جان، خوبی؟ سلامتی؟ مرسی که اومدی، زحمت کشیدی، ممنون بابت وقتی که گذاشتی. مرسی که دعوتمو پذیرفتی. سلام علین جان، مرسی از دعوتت و خیلی خوشحالم که اینجا در خدمتت هستم و اینکه اگه اجازه بدی معرفی کنم خودم. یه معرفی زحمت بکش. حتما. من نفیسه هستم، 19 ساله که مهاجرت کردم تورنتو کانادا و اینکه توی این مدت دیگه با چالش مختلفی دیگه روبرو بودم دیگه، چالش از خوب بگیر تا بدش دیگه. خیلی هم عالی. 19 ساله که کانادایی؟ آره، از سال 2006. واو، خیلی آره خیلی دیگه یه چیزایی انگار دیگه کانادایی میشی دیگه. بله عالی، خیلی هم خوب. از کجای ایران اومدی؟ من شهر مشهد. شهر مشهد. و اینکه خودت اومدی، با خانواده اومدی، با فامیل اومدی، با همسر اومدی، چجوری بود اینا؟ من با خانواده‌ام، یعنی با شوهرم و اون موقع بچه داشتم با یه پسرم انگار، بعد که الان دیگه 2 تا دارم بچه. ولی بله فامیلی خودم دیگه، هیچ کس دیگه نه دیگه. پدر مادر میرن میان ولی اینکه پیش ما باشن نه. خیلی هم عالی. تو ایران چه کار میکردی؟ تو ایران کار داشتی؟ سرکار میرفتی؟ تو ایران هم کارهای مختلف انجام میدادم، از مثلا تتو آرتیست بگیر، کار فیشال و اینا. و همونجا من ورزش خیلی میکردم، مربی استپ اون موقع یاد باشه، استپ خیلی چیز بود تو ایران. تو رو بورس بود دقیقاً. بعد آره دیگه کلا مثلا ورزش رو خیلی دوست دارم. بعد اینجا هم الان من مدت 7 سال مربی زومبام، جدا از این که اصلا بادی بیلدینگ کار میکردم و اینها، ولی یه 7 ساله که دیگه مدرکش رو گرفتم، یکم اینو به صورت جدی‌تر دارم دنبال حرفه‌ای‌تر. مربی زومبا عالیه. زومبا رو میشناسی؟ زومبا میشه چی؟ من شناختی دارم ولی شما توضیح بدید. زومبا یه ورزش، اول معنیشو بگم، یه کلمه اسپانیایی به معنی فست، انگار سریع. بعد این یک ورزش بین ایروبیک و دنسه. یعنی میتونی بگی تلفیقیه، تلفیق از ایروبیک و دنس. دقیقاً. و خیلی من نمیدونم حالا کلیپای منو قبلا دیدی یا نه، خیلی ورزش مفرحیه، خیلی شاد، خیلی علاوه بر اینکه شما کلی کالری میسوزونی ولی حال دلت هم خوبه. یعنی یه ورزشی هست که همزمان بهت انرژی و در اون جنب و جوش و اون حال خوب رقصیدن رو هم میده. دقیقاً. من مثلا شعبه‌های مختلف، مثلا لوکیشن‌های مختلف کار کردم و اینا، و از خارجی بگیر شاگرد داشتیم تا ایرانی، جوری که مثلا حالا بعضی برای اضافه وزن میان ولی بعضی هم نه، فیتن ولی فقط برای اون حال دلشون میان که مثلا اون انرژی رو بگیرن. چه جالب. آره خیلی انرژی. من خود منم بعضی موقع خب به هر حال آدمی زاده دیگه، میدونی مثلا بعضی موقع ممکن داون باشی ولی به محض اینکه زومبا میام سر کلاس اصلا یادم میره که من اصلا صبح داون بودم. آها اینجا خودت کلا جداد میکنه از دنیا. اصلا آره دقیقاً همینه. و تو این هوای اینجا هم که میبینی خودت چه جوریه دیگه، حساب کتاب نداره. هم تو هی برای خودش فعلا مثلا الان دیگه تابستون داره شروع میشه، هنوز داره بارون میاد. باریکلا. امسال خیلی هوا عجیب غریب بود. خیلی عجیب غریب بود امسال. نمیدونم واقعا بعضی وقتا این روشو بهمون نشون میده، میگه که ببین اینجوری هم میتونم باشم. پس قدر دقیقاً. مثلا 4 روز 5 روز پشت سر هم بارون داشتیم. خیلی عجیب. و یه دفعه توی یک 24 ساعت اختلاف دمایی مثلا 30 درجه 40 درجه تو میتونی ببینی. راست میگی دقیقاً. مثلا صبح میای بیرون ظهر مثلا میبینی مثلا بعد کاپشن که هیچ، مثلا سویشرت هم باید در بیاری. آره. بعد مثلا 2 ساعت بعدش چی میگی؟ واقعا کاش کاپشنمو میآوردم. آره دقیقاً همینجوریه. 19 سال کانادا هستی و از مشهد اومدی مستقیم آمدی تورنتو. مستقیم بله. اگه بخوای توصیف کنی زندگی قبل از مهاجرتت رو و بعد از مهاجرتت رو چی میگی بهم؟ یعنی میخوای توصیف که یعنی کامپیر کنم، مقایسه کنم؟ توصیف کنی مثلا به عنوان شخص سوم بگی که این فرد توی ایران همچین زندگی داشت، مهاجرت کرد و
توی 19 سال توی کشور کانادا توی تورنتو بود و این همچین زندگی داره. آره دیگه، نظر شخصی من اینه که مهاجرت خیلی کار آسونی نیست. یعنی حداقل من فکر می‌کنم زمانی که من اومدم واقعا سخته. اونجا مهاجرت اون زمان 19 سال پیش خیلی مهاجرت، یعنی مهاجر نبود مثل الان شما تو مثلا 7-8 سال اخیر می‌بینی خیلی مهاجرت میکنن، یکم انگار راحت‌تر میگیرن، ولی زمان ما چالش خیلی زیاد بود. بعد مثلا چه چالشی داشتی؟ ببین خب مثلا وقتی وارد میشی توی جایی که آدما رو نمیشناسی، بعد محیطی که خیلی متفاوت با کشور خودته، واقعا از نظر فرهنگی، از خیلی لحاظا، قانونی. من همیشه قانونیش اولی که اومدیم خیلی قشنگ بود، برام قشنگ بود ها، اوناش یعنی خوب بود. گفتم چقدر قشنگ است، چیزای ریزم رعایت میکنن اینجا. مثلا رانندگی، شما مثلا هنوز من تو 19 سال شما نمیتونی رو درایو میکنی مثلا لاستیکت رو خط باشه. آره دقیقاً میبینی اصلا احساس میکنه اون دیواره، واقعا اون دیوار میبینی اون لاینو. مثلا تو ایران خب هنوزم هست، یعنی حالا موقعی که من اومدم که ایشالا هنوزم فکر کنم همینجا قشنگ مثلا تو لاینم میرن و فلان. یا اینکه مثلا این پدستریان عابر پیاده که رد میشه، واقعا از فاصله دور، من همیشه یادم نمیاد سال اولی که اومدم توی کوچه رد بشم، بعد من دیدم خب هنوز تازه میخوام تصمیم بگیرم بیام وسط خیابون، این مثلا فکر کنم 200 متر عقب‌تر هنوز وایستاد، یعنی اون موقع. و من تعجب کردم بابا خیلی دیگه دوری دیدم من خودم حواسم شما هم، یعنی خیلی برام هنوزم میبینیم، مثلا وقتی بچه پیشت باشه که خیلی هم تو رعایت، بعد خیلی مهمه، خیلی قشنگ و مهم. آره. بعد تو ایران برعکسشه دیگه، درسته؟ تو ایران میخوای رد شی، میبینن که مثلا تو داری الان میای، تصمیمش هم قشنگ تصمیم هم نیست، قشنگ وسط خیابونی پاشونو بیشتر رو گاز میذارن. این خیلی عجیبه برام. آره دقیقاً. خب این خوبی بوده، خوبی کانادا. از خوبی‌هاش داریم میگیم. بهم بگو که چالش هایی که داشتی چیا بوده؟ بدیاش حالا بگم؟ حالا میتونه، ببین میتونه چالشی باشه که به اتفاق خوبی برات منجر شده باشه. شاید مثلا یک چالشی داشتی مثل همین رانندگی. من تو ایران همون مدلی رانندگی می‌کردم و اینجا رانندگی کردم برای من چالش بود، اما این چالش منو در شرایطی قرار داد که مجبور بشم که این قوانین رو رعایت کنم، یاد بگیرم که این قوانین رو رعایت کنم و اتفاق خوبی هست الان. خوشحالم از اینکه همچین چالشی داشتم. حتی میتونه این شکلی هم باشه یا نه اتفاقی که تو رو شاید خیلی عقب انداخته، شاید اصلا ضرر مالی، ضرر هر گونه بدی برات ایجاد کرده. آره. یه چیز دیگه هم که مثلا اولش که میای، حداقل کشور کانادا اینجوری که یکم تو ذوقت میخوره هواشه. من سالی هم که اومدم هوا اون موقعم خیلی چه تایمی اومدی از سال؟ من البته تابستون اومدم، ولی خب خیلی خوب بود. تابستونشون دیدی که اینجا باز مثلا انگار بعضی موقع شرجی هم مثل شمال ایران میشه و اینا. شرجی بودم این که هوا خوبه بابا، اینقدر میگن کانادا سرده. همه گفتن صبر کن بابا، صبر کن مثل تابستون تموم شه. بعد دیگه خب اون موقع خب اولی هم که اومدیم ماشین، زمستون و ماشین نداشتیم، بعد خیلی سخت بود. یعنی حداقل مثلا ما 3-4 ماه طول کشید تا ماشین بگیریم. من میرفتم اونجا سنکا درس میخوندم، رفتم رشته اینتریور دیزاین انتخاب کردم، خیلی علاقه داشتم بهش. بعد مجبور بودم مثلا یک سال پیاده برم، چون مسیر اتوبوسش هم مثلا سخت بود، چون از کوچه ها مثلا بهتر بود. دیگه وقتی میرسیدم من کالج، تو اصلا تصور کن مثلا یه آدم برفی. مثلا خب مثلا اینا من هیچ وقت تو کشورم تجربه نکرده بودم تو ایران. درست. اول هیچ وقت اینقدر سرد نمیشد. تازه مشهد در واقع یکی از شهرهای شمالی است و سرد هم هست. مشهد کوهستانیه دیگه. دقیقاً میشه بگه مثلا سرد. منی که از شیراز اومدم چی بگم؟ شیراز گرمتره نه؟ 100% خیلی گرمتره. بعد تایمی که من اومدم دقیقاً 1 فوریه بود و من پیاده که شدم. و حالا خیلی جالبه بگم، خیلی جالبه، من 1 فوریه توی پیرسون پیاده شدم، اومدم بیرون
دیدم هوا خوبه که یه کاپشن خیلی لایت، خیلی سبک چرمی، خیلی بیرون اومدم گفتم خوبه که چه خوبه. فرداش شد -20. یعنی اون ببین همون اول گور در هجلکش نمیره. دقیقاً تفاوت اختلاف هوا رو من دیدم و خیلی برام گفتم بابا این دیروز اینجوری بود چی شد الان؟ گفتم دیگه این همینه کانادا. آره دیگه بعد میرفتی سراغ کاپشن پر. آره واقعا. زبان چطور بودی وقتی اومدی؟ زبان من چون توی ایرانم مترجمی زبان خونده بودم، خوشبختانه از نظر زبان مشکلی نداشتم. یعنی من بلافاصله که رسیدم فرداش مثلا تاکسی گرفتم، اوبر دیگه میگن اینجا، تاکسی گرفتم که برم داونتاون کارهای همین اداری رو بکنم و که انگار تازه مثلا لندینگ و این چیزا رو اینا. قشنگ من همون اول با همون تاکسی درایور، راننده تاکسی، قشنگ انگلیسی صحبت می‌کردیم و هندی هم. خوشبختانه نه از زبانی دیگه حالا خیلی پروفشنال که دیگه به هر حال. حالا یه سوالی می‌خوام ازت بپرسم، آیا اگر تو اصلا با همون نالج زبانی که اومدی اینجا هم لول با خودشون هستی؟ با خود کانادایی ها هستی؟ هیچ وقت نمیشی. و اینم اوکی هست؟ یعنی اوکیه، یعنی ببین خیلی چیزی که من اولش خیلی من آزار میداد همین بود که من کی میرسم به لول اینا. یک بار یکی از این معلم های زبانی که داشتم گفت ببین تو هیچ وقت نمیرسی، تو باید اینجا مدرسه بری که مثل خودشون بری، از کودکی بری مدرسه. الان بچه من الان اینجوریه، الان کاملا مثلا بچه تو حتی فارسی حرف زدنش هم با اکسنت کاناداییه. دقیقاً. و اینجوری اصلا خیلی فعلای فارسی رو نمیتونن هنوز. آره و این خیلی نکته‌ای هستش که باید بدونیم که آقا اگر اینجا حتی نالجت هم کامل باشه مثل خودشون نیستی ولی اوکیه و هیچ مشکلی نداره، چیزی نیستش که بخوای مثلا ناراحتش باشی. و اصلا شاید همین دایورسیتی که داره، انقدر تنوعاتی که داره، جذابیت کشور کانادا باشه. و شما اگه یه جایی هم کار کنید که اصلا کانادایی باشن، اونا قشنگ درک میکنن تو رو مهاجر، چون اینجا همه میدونی که 80% مهاجر، همه مهاجرن. آره. حتی خود کانادایی ها هم در واقع جدشون چند تا نسل قبل‌ترشون مهاجرت کردن. دقیقاً. و یکی از بهترین تجربه من اینه که توی کشور کانادا رفتارهای نجات پرستانه در کمترین حالت خودش قرار داره. مقایسه کنی با آمریکا یا انگلیس یا اروپا خیلی کمتر، اصلا شاید خیلی ها برشون اصلا اتفاق نیفته. آره. پس وقتی که اومدی مشکل زبان نداشتی، خیلی خوب بوده. یعنی اون یکی از اصلی ترین مؤلفه ها هست. دقیقاً همین. اگه اجازه بدی شاید بشم بگه چالش در مورد همین زبان انگلیسی که میگی، چون همیشه یه چیزی که به عنوان یه خاطره قشنگ گوشه ذهنم مونده در موردش صحبت کنیم. خب آره. سال اولی که من اومدم اینجا همون 2006 که بهت گفتم، بعد من چند ماه اینجا بودم، یه دلتنگی عجیبی منو گرفت. بعد اون موقع مثل الان نبود انقدر پیارا دیر بیاد، سریعتر می اومد، مثلا 40 روزه می اومد. من پیار که اومد 1-2 ماه بعدش بلیط گرفتم رفتم ایران. دیدم نه خیلی دلتنگم، اصلا انگار نمیتونم. بعد از چند وقت از مهاجرتت؟ مثلا شاید چند ماه گذشته بود. آره دیدم نه نمیتونم، مثلا حداقل مثلا 1 سالم تحمل کنم. گفتم من میرم ایرانو. بعد تو راه اونجا پسرم کوچولو بود، مثلا 3 سالشه، 2 سال 3 سال. تو راه خیلی جالب که با 2 تا خانم آشنا شدم که اونا هم تو تورنتو، یکیشون 7 سال زندگی میکرد، یکیشون 15 سال. آره اون موقع که من برگشتم گفتم باریکلا بچه کانادا چجوریه، تورنتو خوبه، من تازه اومدم، تازه واردم فلان. اونا مثلا خیلی میگفتن نه خوبه، چرا که نه فلان، مثلا برای آینده بچت خیلی خوبه. بعد ما اومدیم و توی هواپیما دیگه به سمت ایران داشتیم میرفتیم. یهو دیدم مهماندار اومد روسم، ما هم دیگه با هم دوست شدیم، کنار هم نشسته بودیم دیگه. یکی از اونها یه بچه داشت دقیقا مثل من، بچه‌ها با هم بازی بودن. اومد گفتش که شما آرو پرژین؟ نه با پرواز چیزم بود که یلم آمستردام، یاد باشه اون موقع آمستردام.
بعد من گفت ما ستایی با هم گفتیم یا مثلا ما پرژینیم فلان. بعد فکر شدم خب من 5-6 ماه دیگه انقدرم تو محیط کانادایی دیدی اکسنت ها متفاوته دیگه تا تو چیزی که تو ایران درسش خوندی 100% خیلی متفاوته. اون اصلا نصف حرفا مثلا این کلمه رو میخورن و آره. بعد دیگه گفتش که ما کمک نیاز داریم. بعد ما گفتیم که چی شد و فلان. بعد گفتش که یکیتون بیاد، خیلی یکی از مریضا ایرانیه، پرژینه، نمیتونه صحبت کنه. آره انگار یه پیرمردی بود. گفت نمیتونه صحبت کنه و اینکه ما هم نمیفهمیم چون حالش خیلی وخیمه. حالش خیلی بده. بعد من اصلا هممون خدای ستایی ترسیدیم دیگه، گفتیم خب چی شده فلان. گفت دکتر هواپیما اومده، دکتر پرواز، ولی خب هر چی بهش میگیم نمیتونه اونا رو انجام بده. بعد من گفتم بچه نه، من گفتم بچه من که دیگه تازه واردم، حالا درسته ایران درسشو خوندم ولی دیگه یک سری چیز پزشکی که مثلا تخصصی همین الانم نمیدونی. باره کرده. من بهشون گفتم که بچه من که تو 7 سال اینجا، تو 15 سال، شما به اون تو خجالتی. گفتم نه تو برو. گفتم بابا من اصلا تازه نه. بعد اون بیچاره هم وایساده، طرف داره میمیره اونجا، شما تعارف میزنه تو برو شما که اصلا یادم میاد اون بیچاره هی به مردی از زنده مودا. چی شد خدا بیامرزتش یا نه؟ اون هی به این صندلی نگاه کنه، هی به این باری عجله کنیم بابا. این دوتا گفتن نو اصلا never ever اصلا بود. من احساس کردم بابا حس شاید نو دوستی من بیشتر عمل کرد. گفتم بابا هر چی. آره اصلا من خودم بهش میگم چیکار کنه. باری که اصلا بلد نیست، اصلا ولش کن من میام. بعد گفت thank you مرد مهمانده گفت thank you ببین دنبال من فالو میگه. رفتیم دنبالش، دیدم وای طفلی راست میگه، رو به موته اصلا نفسش نه بالا نمیومد، نفسش اصلا هی اینجوری میگه، خیلی حالش بد. چش بود آخر یادته؟ انگار که فشار هوا زنده مون. برات تعریف کنم من خب من دقیقاً همین اتفاق خیلی جالبه. توی من وقتی که اومدم فکر میکردم که زبان بلدم ولی زبان بلد نبودم. دیدیم مثلا توی میگه آقا مثلا زیرنویس فیلم رو داری میبینی دیگه، میدونی مثلا هلو یعنی سلام دیگه، میتونم میرم تو محیط یاد میگیرم. اینجوری اومدم گفتم، رفتم بیرون گفتم هلو، بعد طرف شروع کرد حرف زدن دیگه، من اصلا آچمز شدم، اصلا نفهمیدم چی میگه. خلاص سفر اول من به کانادا 1 فوریه من اومدم، 11 فوریه برگشتم، 11 روز من اومده بودم ببینم چه خبره. آره ببینم اصلا کانادا کجا هست. توی مسیر برگشت دقیقاً همین اتفاقی که میگی برای من افتاد. چه جالب. من حالا فکر کنم با اون نالج 11 روزه و افتضاحی که اصلا نمیدونستم واقعا چجوری باید حرف بزنیم. خب میدونی پروازش هم طولانی هست دیگه، مسیر پرواز طولانی، خستم شده بود. اومدم رفتم ته هواپیما، دیدم 2 تا مهماندارم وایسادن دارن حرف میزنن، من گفتم هلو و اونا یه سری حرف زدن من نفهمیدم، گفتم ها یه مثلا اینجوری. و همون موقع یکی اومد گفتش که ما نیاز داریم که یه ایرانی پیدا کنیم. بعد من کلمه ایرانی که فهمیدم گفتم که چی شده what happened؟ گفتش که یکی حالش بده، میتونی ترجمه کنی؟ گفتم آره چرا که نه، بریم. حالا من اصلا نمیتونستم ترجمه کنم، اعتماد به نفس خوب. رفتم گفتم که آره مشکل نداره، بریم من ترجمه میکنم. رفتیم تا یه خانم افغانی بودش که همینجوری حالش بد بود، یعنی دل درد و اینا داشت. معلوم بود مال مثلا مرتبط به غذایی هست که خورد و اینجور چیزا هست و استرسی که داره. اصلا بنده خدا فارسی هم نمیتونه حرف بزنه، یعنی هرچی گفتم چته، نگاه میکنم گفتم خب چته، بعد میگه خوب نیستم، همین یعنی اینجوری بود، فقط دلم درد میکنه این چیزا. و بهشون گفتم آقا چی میشد اسلامیک بعد دیگه یکم چیکن خودم یکم راهنماییش کردم، گفتم که یکم بخواب، یکم چای نبود نبود از کجا. اون گفتم اوکی just need a tea and something sweet. آره دیگه خلاص آوردم بهش دادم، یکم بهش تجربه جالب بود برای من. حالا میخوام بگم با اون ببین اعتماد به نفسه هست که مهمه تو حرف زدن. یه دوستی من داشتم اینجا بنده خدا میگفتش که
چه خنده داره. این بنده خدا اصلا انگلیسی نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه اصلا صفر بود. یه تازه اینی که میگو انگلیسی بلدم هیچی، میگو ایتالیایی هم بلدم، اصلا صفر بود. بعد یه بار ما با این دیگه اعتماد نفس خیلی بالا بوده. خیلی ببین میرفتیم حرف میزد، ولی حرف میزد ولی حرفاش معنا نداشت، اما حرف میزد. به خدا اصلا باورم نمیشد. چقدر خوبه و اعتماد مثلا ببین یه بار من گفتش که بیا میخوام بریم یه مصاحبه شغلی، بیا با هم بریم. گفتم خب اوکی میتونی. از اون گفت آره تو فقط بیا هم با اون موقع ماشین نداشت، گفتش که بیا منو برسون. گفتم اوکی. رفتیم نورت، 2 ساعت درایو کردیم از تورنتو، رفتیم توی دل کانادایی‌ها. بعد رفتیم اونجا یه جاب سایت بزرگی بود که طرف یه نیروی نیاز داشت. رفتیم اونجا، من نمیفهمیدم طرف چی میگه، من نمیفهمیدم که اون آدم کانادایی چی میگه. این باهاش داشت هی حرف میزد و میفهمیدم که این جوابی که داره میده به اون سوالی که داره میپرسه ربطی نداره. چقدر باحال. بعضی منم اینجوری خیلی دیدم اعتماد به نفس با اینکه آره، ولی برای منم خیلی تجربه جالب. من جالبش که حالا اینکه تا اینجا بهت گفتم که قبلش هم که میخواستم مثلا بیام کانادا، گفتم یه سری چیزا بود، کتابای مثلا حالا آکسفورد نه چی بود مثلا کمکی بود، کمکیای انگلیسی که مثلا چیزای ایمپورتنت مهم و بعد مثلا تو کانادا میخوای بری بلیط بگیری چی بگی، میخوای بری کافی شاپ چی بگی، این چیزا. بعد در مورد گفتم مثلا در مورد چیزای پزشکی هم ببین چقدر جالب. گفتم مثلا در مورد چیزای پزشکی هم مثلا یک سری چیزا رو یاد بگیرم. دقیقاً هم چند ماه پیشش مثلا هم کلمه دیزی که میشه سرگیجه، مثلا خیلی مثلا میگم دیزی سرگیجه مثلا هیچ چیز. و جالب که تمام اون چیزایی که من دوست داشتم یاد بگیرم که مثلا شاید به دردم یک روزی بخوره، تمام اونا رو که اون دکتره گفت. چه جالب. خیلی قشنگ. گفت بهش بگو مثلا احساس دیزی میکنه، فیل دیزی. او مای گاد، منم با اعتماد به نفس آقا سرش دیزیه. به پیرمرد گفتم سرگیجه داری. اونم که آره خیلی سرگیجه داره اصلا. یعنی تو نمیدونید هم دکتره هم مهماندارا همشون، یعنی کاری که اون دکتر گفت انجام بده و من براش ترجمه میکردم حالش خوب شد، اصلا عالی. اومدن اینقدر از من تشکر کردن این خدمه و دکتر که تو جون یه انسان رو نجات دادی. گفتم ببین باید اصلا مهم نباشه باید پرفکت صحبت کنی، فقط برو تو دلش، فقط برو تو دلش. فقط برو تو دلش. خیلی مهمه. خیلی مهمه. خب پس بعد از 6 ماه برگشتی ایران، چقدر موندی؟ من ایران یه 3-4 ماه موندم. 3-4 ماه هم موندی؟ آره 3-4 ماه. خب بعد چی شد دوباره برگشتی؟ دوباره باز به سختی به زور کردن تو هواپیما برو دیگه بابا پیارت هم گرفتی بیا برگرد فلان. دلم هم خوش بود 5 سال است فلان. آره 5 سال پاسپورتو میگیرم و میگردم دیگه اشغال. خب چی شد؟ راستشو بخوای من که وقتی هم اومدم که دیگه چسبیدم به درس، بودم یه چیزی داشته باشم که اینجا منو استاپ کنم، نگهت داره. آره دقیقاً خودم حالت استیبل کنم. یه چیز جالب دیگه هم که من بگم این بود که من اصلا واقعا تا یه مدتی اصلا دوست داشتم برگردم ایران. تا چه مدت؟ یعنی حتی مثلا گفتم من خب حالا به هر حال این همه زحمت کشیدی، مهاجرت‌ها رو انجام دادی، حداقل صبر کنم چیز بشم، سیتیزن بشم، پاسپورت کانادایی رو بگیرم، بعدش مثلا برگردم. و واقعا تصمیمم جدی بود. ولی خب باز مثلا میرفتم ایران میدیدم که خب بابا ایرانم خب مثل انگار ایران قدیم نیست، یه سری چیزا عوض شده تازه اون موقع. باریکلا تازه اون موقع. نه دیگه مثلا بعد از 5-6 سالش دیگه. خب ولی بازم به قول تو برای آره دقیقاً. آخه میدونیم سرعت تغییراتی که توی ایران اتفاق افتاد توی 5-6 سال 7 سال اخیر انقدر سریع شد. قبلش انقدر سریع نبود. راست میگی، این هم بود. آره. خب بعد من چون به خاطرش خیلی دوست داشتم برم ایران، به خاطر اینکه من چون یه دونه دخترم و خب خیلی برای خانواده‌ام همچنانم سخته. دوری خیلی سخته براشون. و اینکه اون دیگه منو خیلی چیز اذیت میکرد. پس وابستگی احساسی داری؟ آره داشتی و هنوزم داری. من خیلی از مثلا فالوورام توی اینستاگرام تو دایرکت ازم سوال میکنن که نظرتون چیه؟ خب واقعا چون میدونم من تورنتو هستم، خب میخوام تازه مهاجرت کنم، سوال میپرسن دیگه.
مثلا بهشون میگم که اگر آدمای عاطفی هستین چالش‌های خیلی بزرگی دارین از نظر روحی فکری پیش‌رو دارین، سخته. ولی دیگه مگر اینکه هدف خیلی بزرگی تو ذهنتون باشه که دیگه به خاطر اون هدف بیای، وگرنه حالا فکر میکنی آیا اون هدفی که توی ذهنت هست یا اون هدفی که توی ذهنت اون موقع بوده و ارزشمند هم قطعا بوده برات که بابتش مهاجرت کردی، الان که برگردی نگاه میکنی آیا اون هدفه هنوز هدف بزرگ و والایی هست؟ نه. میدونی میخوام چی بگم؟ با گذشت زمان در هر برهه سنی که ما هستیم یک سری اهدافی برای ما بسیار بزرگ و والا و بسیار حائز اهمیته که وقتی که زمان میگذره میفهمیم که اون واقعا چیز مهمی هم نبوده. دقیقاً من همون مرحله رسیدم. دقیقاً احساس میکنم یک سری چیزی که دو ذهنم بود شاید تو مملکت خودم هم میشد مثلا باشه. مثلا یکی از چیزایی بود که مثلا پسرم کوچیکه، برای آینده پسرم، خب تو ایران هم الان خیلی داریم خوب درس میخونن، مثلا میتونست پسر من همونجا ایران درس بخونه، دانشگاهشو بره، بعد میومد اینجا فوقش برای کار یا هر چی، حالا چون من اینجا ولی خب بازم باید میومد. نه بازم میومد ولی بازم میومد، ولی مثلا حداقل تو اون سنی که بچه بود من مثلا اون از پدر بزرگ مادر بزرگش جدا نمی‌کردم، دریغ نمی‌کردی ازش. متوجهم. در نهایت اینه که نفیسه هر کسی که مهاجرت میکنه یک سری چیزا رو میده، یک سری بهاهایی رو پرداخت میکنه، مثل هر چیزی تو زندگی یا دقیقاً هر چیزی تو زندگی. ولی خب تو مهاجرت یک کمی بزرگتر و بولتر هست. تو میدی یه سری چیزها رو به امید به دست آوردن یه سری چیزهای دیگه. بعدیش اینه که به دست نیاری. میدونی اگر به دست بیاری خب اوکی هست، دیگه خدا رو شکر به دست آوردن. ولی اگر به دست نیاری تو از اینجا رونده از اونجا مونده ای. میدونی؟ و متاسفانه خیلی ها هستن که میبینم و میدونم که همین احساس رو دارن که مخصوصا برای این اواخر نه که ورک پرمیتی هم بود خیلی ها برگشتن. آره دلیلش اینه که بدون نگاه کردن به مسائل واقعی مهاجرت کردن، یعنی بدون در نظر گرفتن متغیرهای اساسی مهاجرت. تو داری میری توی یک کشور دیگه، یک قوانین دیگه، یک فرهنگ دیگه، یک زبان دیگه، یک محیط دیگه. کسی رو نداری، کسی رو داشته باشی کسی هم داشته باشی اون خودش گرفتاری‌های خودشو داره، نمیتونه تو رو تر خوش کنه. نهایت کمکی که بهت بکنه اینه که بگی آقا این کارو بکن اون کارو نکن، تو هستی که میری انجام میدی. دیگه سخته. این نیستش که اون بیاد تو رو، مثل تو ایران نیست که بیاد آقا از اینجا برات داره ببرتت اونجا این کارو کنه اون کارو کنه وقت بگذرن اوکی باشه. نه اینجا یک روز عقب بیفتی یک ماه باید تاوان اون یک روزو بدی. راست میگی. و واقعا اینجور نیستش. بیزینس اینجا بردن جا اصلا کار داشتن، کار کردن، هزینه های اینجا افورد کردن و از پس هزینه ها بر اومدن اصلا چیز راحتی نیست. دوستانی من دارم که هنوزه بعضی از دوستام هنوز بعد از گذشت 6-7 سال از ایران پول میارن اینجا خرج میکنن. آره من خیلی دور و برم دارم، خیلی میبینم و با این تفاوت دلاری و ریالی خیلی سختشونه. آره بالاخره اون منبع یه جای تموم میشه. و چقدر اتفاق بدی هست که این پول از ایران خارج میشه به جای اینکه پول به ایران وارد بشه داره خارج میشه و این راهی دیگه هم وجود نداره. مثلا آدم میگه خب من الان اینجا نیاز دارم اونو مجبورم که بیارم اینجا، کار دیگه نمیتونم بکنم، ولی ته دلش راضی نباشه که این پول از ایران، چون بالاخره رو اقتصاد یعنی دونه دونه میشه یک دسته و اقتصادو میاره پایین. متاسفانه این مسائل چیزایی هستش که تاثیر و بعضیا مقاومت هم میکنن میمونن اینجا، اشکال نداره اون پول از ایران میاد ولی بعضیا نمیره. من یکی از دوستام نتونست 1 سال که بود نتونست، گفت چقدر دیگه از ایران بیام و اینجا همش 8 گرو 9 هم برگشت. از افرادی که تا الان برگشتن از دوستات کسانی که میشناسی برگشتن به نظر کار درستی که هم برگشتن؟ ببین اتفاقا اون که برگشت 3 تا هم بچه داشت، اونم دقیقا همین گفت من به خاطر بچه‌هام اومدم
و الان هر از گاهی باهاش در ارتباط هستم تو اینستاگرام. خیلی دلش برای اینجا تنگ شده، خیلی. مثلا من چون استوری میذارم میبینه دیگه، چون همسایه بودیم محیطو میبینه و اینا، خیلی دلش تنگ شده ولی نمیگه پشیمونم، فقط انگار مثلا میگه آخه مثلا دلم تنگ شده. نه نظر تو چیه؟ تو به نظر این کار، این مهاجرت محض کار غلطه یا کار درسته؟ یا نمیتونی مثلا جنرال بگی، باید موردی بهش نگاه؟ نظر شخصی منو بخوای، من میگم که من اگه یک روزی بخوام این کارو بکنم، چون واقعا احتمالش از من روزی این کارو بکنم، چون بالاخره بعد از 19 سال دیگه استیبل شدم، درسته دیگه، بالاخره اینجا دیگه ثابت شدم دیگه، هرچی میخواست بشه تو این 19 سال شده دیگه. هر دوشو میخوام داشته باشم. یعنی من اگه بخوام یک روزم سویش کنم برم ایران، هیچ وقت نمیخوام دی پولای پشت سر اینجارم، چون ما اینجا زحمت کشیدیم بالاخره به اینجا رسیدیم. یکی از دلایل، یکی از صحبت‌های کلیشه‌ای که اتفاق میفته اینه که میگن که خب اگه راضی نیستی برگرد، چرا بر نمیگردی؟ جواب چیه؟ اینا همه میپرسن. دقیقاً. جواب به این سوال چیه؟ خب یکی از چیزاش که بچه من مدرسه میره دیگه. بچه من اصلا الان فارسی فقط تو خونه صحبت میکنه. نوشتن اصلا نمیدونه. خب من الان برگردم ایران، یا باید برم مدرسه اینترنشنال ثبت نامش کنم که بالاخره انگلیسی صحبت میکنن، یا اینکه تو مدرسه عادی بره بچه اصلا بعد محیط فوق العاده متفاوته. محیطای یادگیری مدرسه خیلی با اینجا تفاوته. اینجا فکر بکن مثلا میگه ما فردا مثلا دنس داریم، میوزیک داریم. خب ایران مثلا بخواد اینقدر به شکل فان نیست دیگه. خب پس تو به خاطر بچه‌ات موندی؟ من همین سیستم ادویکیشنال سیستمی که در واقع توی اینجا وجود داره، بخوای مقایسهش کنی با ایران، کدومش به نظرت بهتره؟ طبیعتا اینجا بهتره. ببین مثلا اینجا مثلا میگن تزشون اینه که بچه هر چی تو مدرسه یاد میگیره همونه دیگه، هومورکی نمیاره خونه. ولی تو ایران تو اصلا از بچگی خودمون بگیر تا الان هنوز همینه، باید هر شب بچه مشق کنه. پیک نوروزی داشتیم. آره یادته ما بابا ولمون کن، داریم میریم عید دیگه. ما مسافرت بودیم، فکر هر جا همین تو بعد میریم. حتی من که هیچ وقت من دانشگاه کتاب نخریدم. چرا؟ قرض میکردی؟ نه اصلا من نمیدونم چجوری من پاس شدم، واقعا نمیدونم، خدا میدونه نمیدونم واقعا. من تو کل دانشگاه یک کتاب نخریدم. اساتید لطف داشتن اساتید و همکلاسی همیشه من لطف داشتن، همیشه میرسوندن. ولی واقعا خب اون نالجه هم، یعنی اون چه فایده داره؟ من رفتم 4 سال دانشگاه. خب البته حالا من قبل از دانشگاه آتلیه داشتم. رشته دانشگاهی منم عکاسی هست، مربوط به همون. و واقعیت و صادقانش دانشگاه برای من حالت تفریح بوده. به من چیز جدید اضافه نمی‌کرد آنچنان. ولی میخوام بگم که آقا روی اون سیستم خشک و اون فرم از سیستم آموزشیه، در نهایت چه خروجی بهت میده؟ روی این سیستم آموزشی اینجا چه خروجی بهت میده؟ البته که اون یه خوبیایی داره، یه بدیایی داره، این یه خوبیایی داره، یه بدیایی داره. ولی وقتی اوورال نگاه کنی کدومش بهتره، کدومش آدم‌تر تو رو بار میاره؟ چون تعارف که نداری دیگه. شما اینجا از روزی که بچه‌ت به دنیا میاد، دیکر هست، فلان هست، بسیار شما مجبور هستی که بچه رو بذاری که بتونی بری سر کار. یعنی عملاً سیستم آموزشی است که بچه رو بزرگ میکنه. دقیقاً. خب اگر این سیستم آموزشی این فرم و شکل رو داشته باشه که فشار بیاره به بچه ها که همینجوری درس بخونن، هومورک فلان بسار بله، در نهایت چه نتیجه میده؟ خب بچه از پدر و مادرش وقتی که نمیتونه با پدر و مادر بگذرونه، عملاً داره بچه با سیستم آموزشی بزرگ میشه. این سیستم آموزشی هم بهش فشار بیاره، خروجیش چی میخواد بشه؟ میدونی؟ خب یکی از بدیهای به نظر من کانادا این هست که تو به عنوان یک فرد بزرگسال انقدر درگیر درآمدزایی و از پس هزینه ها در اومدن هستی، از پس هزینه ها بر اومدن هستی که تو نمیتونی برای خودت یا فامیلی وقت کافی رو بذاری. مجبور هستی بچه دار که شدی بچه رو بدی به سیستم آموزشی بفهم بزرگش کنی. و واقعا اونجوری که
خودت میخوای نمیشه. نه خیلی متفاوت. اصلا احساس میکنی مثلا بچه تربیتش از این دست داره در کیه؟ میره. آره. ببین یه اتفاق چند وقت پیش افتاد. یه جا بودم، یک جایی رفتم، نفیسه یه بنده خدایی اومد، خیلی حال ناراحت و خیلی دگرگونی داشت. من پرسید که دنبال وکیل هستم. گفتم چی شد؟ گفت من تازه اومدم، 2 ماه اومدم، خودم، خانمم و فرزندم، من و خانمم داشتیم تو خونه دعوا میکردیم، من اطلاع نداشتم، پسر من زنگ زده پلیس و پلیس اومده منو بازداشت کرده برده. این کاغذ رو داده به من. کاغذ رو نگاه کردم، دیدم روش نوشته که assault with weapon. جدی؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی طرف فوت، تموم زندگی اینجاش دگرگون شد. ببین یک اتفاق اینجوری، بعد میگم خب چرا مگه چیکار؟ گفت آخه من و خانمم داشتیم تو آشپزخونه دعوا میکردیم. بعد پلیس، اصلا ما نمیدونستیم، بچه من بهش توی مدرسه گفته بودن که اگر پدر و مادرتون به شما دعوا کردن یا با هم دیگه دعوا کردن، برای امنیتتون باید زنگ بزنین به پلیس. بعد پسر من اونجا ذوق کرده بود، میگفتش که چه باحال چه باحال. راست میگه. تو زندگیشو خراب، زندگی پدر و مادر تموم شد. تموم شد زندگی پدر و مادر. امکان نداره به راحتی دیگه برگرده. و میدونی که قانون اینجا میگه که اگر این اتفاق بیفته به هر دلیلی، فرق نمیکنه، پلیس بیاد دعوای زن و شوهر رو میگیره، میبره از خونه بیرون. شوهر حق نداره تا 6 ماه وارد اون خونه بشه. حتی اگه زنه بره بگه آقا اوکیه، همه چی اوکی، تا 6 ماه نمیتونه وارد اون خونه بشه. خب اصلا اگه خیلی هم ادامه بدن که اصلا بچه رو ازشون میگیرن. آره. حالا تازه من بهترین حالتش دارم. بهترین حالت که همون لحظه که پلیس اومده، خانم بگه آقا اوکیه، همه چی اوکیه. میگه نه تو میگی اوکی، ما باید میبرنش 6 ماه. هزینه هایی که داره به کنار، وکیل به نظر میگه فش چند برای همین چیز، میگه $5000. کسی که 2 ماه اومده، 2 ماه، شما 2 ماهی که اول اومدی اینجا بهت میگفتن $5000، من که اینجوری سنگ‌کاوی آره دیگه راست میگی. مثلا تازه هم بری سر کار دیگه، اصلا کار نداری، طرف کار نداره، طرف هیچی نمیدونه اصلا کجا هست، اصلا نمیدونه این خیابونه چیه اسمش. ببین اینقدر فرق میکنه، خیلی متفاوته. و اصلا قانون دادگاه کانادا رو که میدونی که نه بگو، که انگار اولویت بندیاشو اول اینجا اتفاقا چقدر خوبه اولویت بندی کانادا رو بگو. شاید شما مرد دوست نداشته باشید، ولی خب همه بدونن، ولی خب بدونن که ما جایگاهمون کجاست. قانونه دیگه. بعد قانونش اول زنه، حرف اول زنه، دوم بچه است، سوم حیوانه و چهارم مرد. دستتون در نکنه. عالی، خیلی هم خوب. دیگه من قانون رو تصویب نکردم. خب تو نظر راجع به قانون چیه؟ نه دیگه به نظر من حالا کاری نداریم، من چون خودم زنم بذار خودم هم اول باشم، بچه هم که بذار دوم باشه، حداقل دیگه ما بالاتر. مادری بذار بچه هم دوم باشه، برای دیگه جای حیوان و مرد دستتون محبت میکنیم واقعا، خیلی دیگه اونجا اونم واقعا منت میذاری، دستتون درد نکنه دیگه. برو به کسی که اینو تصویب کرده. نفیسه ازت میخوام بپرسم، این که به نظرت اینی که توی ایران، خب قانون در ایران مشخصاً به سمت مرد سوق داره. آره، یعنی قدرت در دست مرد. برعکس. اینجا قدرت در دست زنه. کدومش درسته؟ خب ببین این به نظر من خیلی جنسیتی میشه این سوال. خب میخوام نظر تو رو بدونم. آره خب من اگه به من باشه، خب من میگم خوبه دیگه، اینجا خوبه. خب من چون زنم دیگه، درسته؟ ولی مثلا تو از یه مرد سوال کنی، من ناره تو هم نظرش، از یه مرد سوال کنی میگه نه اصلا چه مسخره است قانون اینجا. و خیلی از آقایون دور و بر میگن. از من میپرسی؟ آره من بهت میگم که دوتاش غلطه. دوتاش غلطه. نه مرد باید اول باشه، نه زن باید اول باشه. باید برابر باشه، مساوی باشه. اینجا نگاه یه گپی که وجود داره اینه که متاسفانه به خاطر حالا هم نسل‌های ما که توی ایران بزرگ شدیم، چایلدهودمون رو توی ایران داشتیم و بعد مهاجرت کردیم اومدیم اینجا، دوتاشو دیدیم. ما آره مقایسه میکنیم، ما توی اون بزرگ شدیم. خب حالا من نمیگم همه، ولی خب خیلی ها از
این دوتا قانون مختلف سوء استفاده میکنن. آره اینو موافقم. گپ هایی که وجود داره، میگه تو ایران طرف این کار، شوهرم این کارو کرد تو ایران، من اینجا اون کارو میکنم. اینو موافقم باید. تو ایران هم مرده مثلا این خیلی دیگه قدرت داره، خیلی کارا میتونه بکنه و اجازه به خودش میده. آره. اینجا هم برعکس به قول تو خانومه. راست میگی. اینجا هست که میگن طرف آب نمیدید، شناگر ماهری بود. دقیقاً همین. دقیقاً خیلی متفاوته. خیلی واقعا تأسف انگیز هست که من میبینم و میشنم که این اتفاق میفته و چقدر هم زیاد دورو برمون میبینیم و به خاطر همین هم هست که ریت جدایی در واقع ازدواج، در ریت طلاق مهاجران ایرانی توی کانادا انقدر بالا هست، به خاطر عدم توانایی نگه داشتن اون جنبه هست. آقا تو درسته توی ایران بهت ظلم می‌شده فلان بسار، ولی اینی که میای اینجا قرار نیست که تو جاتو عوض کنی، از مظلوم بشی ظالم. چرا در جایگاه برابر قرار نمیگیری؟ چرا در جایگاه قرار نمیگیری که منصفانه رفتار کنی؟ البته ایرانش هم خب دیگه الان مثلا قدیم نیست. ایرانش هم مثلا فرض اگر طلاق صحبت میکنین، طلاق خب الان اصلا راحت طرف میگه بالا چشت ابرو تموم. آره ولی خب همچنان اون بیس اینی که به سمت مرد باشه هست. مثلا حق طلاق و بله. آره حق طلاق، حق نمیدونم حق آموزش، حق طلاق، حق تحصیل، حق طلاق، حق محل زندگی، فکر یک سری چیزا. بله بله. دیگه نظر شخصی من اینه که کلا نمیتونیم مقایسه کنیم. مثلا من خیلی همین سوال میپرسن، خب اصلا کلا تهش بگو ایران بهتره یا کانادا؟ نمیشه قابل مقایسه. شما یک سری چیزا اینجا مهم این هست که تو چی میخوای از زندگی. دقیقاً یک سری چیزا اینجا واقعا اگه طرف واقعا چیزایی که میخواد اینجا میتونه پیدا کنه و اونجا میتونه بگه کانادا بهتره. ولی من خداییش به عنوان کسی که 19 ساله اینجا و خیلی هم مثلا از ایران بد میگن، نه بابا وای از اون خراب شده، من اصلا نظرم این نیست، چون احساس میکنم یه جایی که من توش بزرگ شدم. میدونی چرا فراموش باید بکنم؟ حالا چالش‌های زندگی همه داریم، مگه اینجا نداریم؟ درسته. ولی دیگه نباید یادمون بره ما ایرانیم. به هر حال حالا درسته حالا شاید یک سری سختیات الان مثلا از اقتصادی است، ولی الان شرایط جدید کانادا هم که می‌بینیم متأسفانه اینجا هم الان جدیدن یکم. من که وقتی اومدم در واقع اینو گفتم که به ما که رسید آسمون تپید. یعنی من چند وقت اومدی؟ من 3 سال و نیمه. آره 3 سال تقریبا در مقابل شما. آره. دیگه نیوکامر ولی حساب نمیشه. نیوکامر تا کی حساب میشه؟ خب نیوکامر حداقل آدم بخوش میاد چالش که 1 سال گذرونده باشم دیگه، میدونید تو بالاخره 1 سال رو رد کردی. من هر جا که به مشکل میخوام میگم I'm نیوکامر، بعد میگن no you're not newcomer anymore. هر جایی که مشکل میگم ببخشید من تازه اومدم بلد نبودم. میگه چند وقتی میگه مثلا 2000 تو بلد نبودی از چرا خطر باید رد نشی، بلد نبودی چون نیوکامر. فقط میخوای خودت. آره دقیقاً. دیگه بالاخره باید این سیاست رو یه جا مصرفش کنیم. ایرانیم دیگه. آره ولی در کل این هستش که این دوتا به این راحت قابل مقایسه نیست. تو باید ببینی که خودت چی از دنیا میخوای و چقدر حاضر هستی تلاش کنی. اگر واقعا فکر میکنی که دنبالی هستی که بیای عشق و حال کنی همون ایران بمونی، به خدا اشغالش بیشتره. خیلی بیشتره. من الان دلم برای اشغال‌های تو ایران تنگ شده. اسمشه مثلا ما مثلا میذاریم استوری میگه کلاب و ملاب، بابا به خدا ایران جایی همین میرن که کلابا اصلا چی؟ بابا کلابا اصلا مهمونی‌های تو ایران در مقایسه با کلابا، بابا اینجا کلاباشون نورپردازی نداره. ما تو اون پارتی هایی که آندرگراند تو ایران میگرفتیم نورپردازی و دیجی و فلان و بیسا میز مزه و بهترین، به خدا بهترین. پارسال اینجا اصلا نورپردازی هم ندارن. اصلا به قول تو دقیقاً. ببین خب اینجا من هم کنسرت خواننده‌های مختلف حتما زیاد رفتیم. پارسال یه خواننده که حالا بهتره که اسمشو نگم کی بود، از ایران اومده بود که ما رفتیم. بعد این وسط خوندنش واقعاً حالش بد شد. مثلا برگشت گفتش که شما مثلا هم تو گوشش بود دیگه، خب میدونی که نه صدا از اون پشت بعد چیز میشه از بک. برگشت گفتش که شما مردم تورنتو
حیفیم، اینجا مملکت متمدنه از نظر وسایل و تجهیزات دیگه، برای جهان سوم که نیستیم که اینجا. بعد میگم من اونجا تو برج میلاد میذارم، برج میلاد دیگه نه؟ آره تهران. که برج میلاد میذارم کیفیت صدا رو فقط شما، تازه مملکتی که مثلا آواز و اینا خیلی باهاش موافق نیستن. یعنی منظور به قول تو ببین همه چی تو ایران بهترینشه. ببین من فکر میکنم اینجا برای چه کسایی خیلی خوبه؟ برای کسایی که خیلی تو ایران سخته کشیدن. حالا مثلا من کارم سیاسی بوده یا حالا اجتماعی هر چی بوده، مثلا یکی مثلا این از خانواده‌اش فراری، یکی از شوهرش فراری، یکی از زنش فراریه، یکی سیاسی فلان هر چی. خب اونجا واقعا اینجا یه آزادی، حس خوبی داره دیگه، کسی بهش کاری نداره دیگه. ولی امثال مثل من که هیچ حاشیه‌ای نداشتم، هیچ مشکلی نداشتم، من همچنان دوستم ایران هم داشته باشم. اصلا ایران داشتن، ببخشید، ایران که متعلق به یه حزب نیست. دقیقاً. ایران مملکت ما هست و اصلا تو خیلی گارد میگیرم، چیزی که متعلق به خودت هست رو ازت کسی ازت شدنی بگیره. جدا شدنی نیست. نیست، واقعا نیست. و اینی که یک حزب بخواد بگه که تو ایران مال تو هست یا مال ما هست، اصلا حماقت محض، اصلا چیز وجود نداره. اصلا من وقتی مثلا میگم اون فرد سیاسی هم، اون فرد اصلا هر گونه مثلا با هر گونه نگاه اعتقاد سیاسی هم اگر ایرانی هست، ایران ازش جدا ناشدنی هست، امکان نداره بتونه. به نظر من الان میگه بد ایران چون نمیتونه بره، مشکل داره، نمیتونه بره. اگر چی میتونه؟ و جایی که به بچگیش اونجا بزرگ شده، اون کوچه ها، خاطرات. به نظر من به هر صورت امیدوارم که واقعا اتفاقهای بهتری بیفته و شاید بهتری توی ایران. امیدوارم که بهتر بشه. من یک دونه ایرانی اینجا نمیمونه خداییش. اصلا ایرانی که نمیمونه هیچی. کانادایی ها ایشالله ایشالله دقیقاً میان میبینن چقدر اصلا واقعا چی کم داره ایران. چی کم داره؟ خیلی نمیدونن اصلا واقعا. اصلا دوستای خارجی من واقعا تصوری از ایران خیلی من گفتم جنگه، نه گفتم ایراک، مدیا میگه عراق، گفتم اون عراقه، نه شبیه عراق و ایران. مدیا متاسفانه وقتی که بعد میگن آزادی، خب آزادی بله آزادی دارن، ولی انتخاب‌های مشابهی رو میدن بهت، میگن هر کدومش میخوای انتخاب کن. بعد ما فکر میکنیم آزادیه. دقیقاً. این نیست که تنوع انتخاب بهت بدن، اون انتخابای بهت میدن که توی اون مسیری که فکر میکنن باید بری هست، یعنی اونا برای تو مسیر رو مشخص میکنن. خب بهتر از اون حالا این هستش که بگه همین که من میگم، حداقل 3-4 تا آپشن میده، میگه بین اینا انتخاب کن، ولی همچنان باز داره بهت مسیر و اون لیدو داره بهت میده. دقیقاً میده. ولی انشالله اگر ایران شرایطش بهتر بشه که میشه قطعا میشه، اینجوری نمیمونه. اصلا تاریخ مشخصه، یعنی ما باشیم نباشیم تاریخ داره صحبت میکنه. ولی خدا کنه اون موقع هم باشه که خوب میشه حالش. اینجوری نمیمونه و درست میشه قطعا. خیلی شرط خوبی اتفاق میفته و یه روزی همه به قول یکی از دکترهایی بود که اسمش یادم نمیاد الان، میگه 70% ایرانی‌ها با 70% سرمایه‌شون برمیگردن ایران. ان شاءالله. واقعا بهترین سرمایه‌گذاری دادن تو مملکت خودش بکنه. چرا که نه؟ این همه حجم مالی که داره از ایران خارج میشه برگرده به ایران و اقتصاد ایران به شدت قوی میشه ان شاءالله. خب خیلی هم عالی، خیلی جالب بود، جذاب بود این بحثا. یکم راجع به این بگو بهم که با ایرانی ها اینجا رفت آمد، میدونم که داری چجوری هست، ولی خب یکم هم توضیح بده. آیا اینجوری بود که مثلا بهت بگن با ایرانی ها رفت آمد نکن؟ یا مثلا مشکلی برات پیش اومده باشه، هیچ ضربه خورده باشی از این مسئله یا نه؟ دقیقا خیلی هم ضربه خوردم به هر حال. و خیلی هم باز دوباره مثلا دوستان میگفتن که خب چرا اصلا با ایرانی ها رفت آمد میکنی؟ خب وقتی مثلا زبانت هم خوبه، خب خارجی. ولی خب ببین نمیشه، یک سری چیزا ما فرهنگای هممون با هم دیگه مثلا بزرگ شدیم. خب درسته که شهرهای مختلف ممکن دوستای من از شهرهای مختلفن، ولی فرهنگ ایرانی بودنه که اینکه دستهمه خب خیلی قشنگه. میشیم در مورد یه چیزایی که با هم مشابه مثلا تشابه داره صحبت میکنیم. به نظر من اون خارجی تو باهاش صحبت اصلا هیچ ایده‌ای نداره مگه اینکه فقط باهاش بیزینس کنیم. ولی متاسفانه البته خودمونم خب ایرانیم دیگه. حالا میگه متاسفانه یعنی میگم خودمونم، برای که میخوام این کلمه ما رو ببندم، نه من. یکم باید مثل این کامیونیتی هندی و چینی یاد بگیریم.
یکم هوای همدیگر بیشتر داشته باشیم. چه کار میکنن که ما نمیکنیم؟ مثلا خب تو بیزینس، مثلا ما الان یه بیزینس، تو هر بیزینسی تو فکر کن، اصلا کار تو بگی تا کار من، هر بیزینسی، به جایی که مثلا اطرافیانمون بیان به ما بیزینس بدن، خب مثلا حاضر بره به یه خارجی خیلی بده اون کارو بده، ولی میگه که مثلا نه بابا تو باید ایرانی خودتو، اون هموطن خودتو بهش بیزینس بده، میدونی این قشنگتره. نمیدونم یه حس رقابت چیه، رقابت، حسادت. آره نمیدونم که به نظر من تلفیقی از هر دوه. یعنی حسادت هم میتونه، چرا این موفق بشه چرا من نشم؟ چجوریه که هندیا و حالا چه هندیا چه چینیا چه فیلیپینیا چه جویشا اینجوری نیستن؟ اونا دست همو میگیرن، به هم دیگه به قولن نون قرض میدن، اونا پشت هم هستن. چرا؟ من فکر میکنم شاید به بک‌گراندم ربط داشته باشه. نداره؟ شاید مثلا تو ایران هم خب طرف همینجوری بزرگ شده دیگه. آفرین، دقیقاً همین. آره با همون دید اومده اینجا. چیزی میخوام یادت بیارم، مثلا توی ایران که بودیم از بچگی ما یاد گرفتیم که همدیگر مسخره کنیم. ما به هم بخندیم، نه با هم بخندیم. و نژاد پرستی که ما ایرانی‌ها داریم متاسفانه لول بسیار بالایی داره. ما نسبت به شهرها نژاد پرستیم. دقیقاً. ما نسبت به هر نقطه‌ای از ایران نژاد پرستی داریم. دقیقاً. اون توی این مملکت زشته، قشنگ نیست. آره واقعا همینطور. کی به نظر این مسئله رو برای ایرانی‌ها وارد فرهنگ ایرانی‌ها کرد؟ به نظرت چی شد که ایرانی‌ها شروع کردن به جای اینکه پشت همدیگه در بیان روبروی همدیگه در اومدن؟ خب ببین دلیل مثلا کار 1 سال 2 سال که نیست دیگه. این یه چیزی که توی وجود طرفه. تو خود ما ایرانی هم نگاه کنی، بعضی هم هستن اینجوری نیستن، اونجوری بزرگ نشدن. مثلا فرض کن توی خانواده که فرض کن مثلا مسخره می‌کردن، خب پدر مادر می‌خندیده دیگه، حال می‌کرد که چقدر بچه‌ش فانیه، چقدر شیرینه، خودمون میگیم شیرینه. خب این همچین بچه فکر چه کار قشنگیه. ولی وقتی مثلا اگه یک کمی زوم اوت کنی بیای بیرون، به نظر من دلیلش اینه که وقتی که ما همه با هم باشیم قدرت بزرگتری میشیم. دقیقاً. و برای جلوگیری از این که ما قدرت بزرگتری باشیم، ما رو به جون هم انداختن. بین ما تفرقه ایجاد کردن. ترک، لور، کرد، شیرازی، رشتی، مشهدی، جنوبی. بابا ایرانی هستیم، ما همه یکی هستیم. حداقل توی این مملکت اگر ما همه به اسم ایران اومدیم اینجا. اگر ما میتونستیم این اتحاد حفظ کنیم، هیچ کس نمیتونست به اون ضربه بزنه. و یه چیزی هم که بهت میگم مال جمهوری اسلامی نیستا، هنوز باید بیای عقب‌تر. الان دلیل این که همیشه توی خاور میانه جنگ هست، این تفرقه اندازی ها هست، این مسائل هست، چی هست؟ برای که میخوان ما رو درگیر خودمون بکنن که ما با همدیگه قدرتمند در کنار هم اتحاد نداشته باشیم، قدرتمند نشیم، به جای اینکه بتونیم پیشرفت کنیم درگیر خودمون باشیم، فقط همینجوری به همدیگه بپریم. و این متاسفانه در لایه‌های زیرین همینجوری میاد میرسه، در جزء وارد این میشه که از مثلا تهرانی خودشو از مثلا مشهدیه بالاتر ببینه، رشتی خودشو از اون قسمت بالاتر میگن رشتی‌ها اینجوریان، قزوینی‌ها اونجوریان، مشهدی‌ها اینجوریان، شیرازی‌ها اونجوریان. همه اینا وقتی که قشنگ زوم اوت کنی بیای بیرون ازش، میبینی که فقط و فقط برای اینه که بین ما تفرقه بندازن. چرا؟ چون ما اگر متحد بشیم هیچ قدرتی نمیتونه جلوی ما رو بگیره. ولی که وقتی که طرف توی مثلا فیلیپین، توی چین، توی کشورهای مختلف این اتفاق براشون نیفتاده بر هر دلیلی، باعث شده که اینا یاد بگیرن پشت هم باشن و با هم دیگه قدرتمند باشن. هر جایی از این کره خاکی تو بری هندی میبینی، هر جایی که بری چینی میبینی و اینا پشت به پشت هم هستن. جویش ها که دیگه واقعا اونا توی یه لیگ دیگه بازی میکنن، اونا قشنگ توی یه لیگ دیگه بازی میکنن، خیلی رو خودشون تاثیر چنان قدرتمند پشت هم دیگه هستن
که بانکداری بزرگترین قدرت دنیا آمریکا دست اونا هست، مدیا دست اونا هست. همین دوتا کل دنیا رو دارن با همین دوتا کل دنیا رو کنترل میکنن، کل دنیا. خب ما اگر بتونیم یکی خودمون از داخل خودمون رو ترمیم کنیم شاید این اتفاق در برسیم به اینکه در نهایت هممون یک واحد باشه، یک واحد باشه. آره دقیقاً. مهم نیست که اعتقادات مذهبی چیه، مهم نیست که اعتقادات سیاسی چیه، مهم نیست که از چه نقطه از ایران هستی. مهم اینه که ما هوای همدیگر داشته باشیم، پشت همدیگه باشیم. میشه به خدا خیلی راحت میشه که تو اعتقادات سیاسی متفاوتی نسبت به من داشته باشی و همینجوری ما بشینیم صحبت کنیم راجبش، همدیگر هم نخوریم. کانادا اینجوریه دیگه، دیدی که تو به من بگو توی این 19 سالی که اینجا هستی مسلمون های اینجا مسلمون ترن یا مسلمون های ایران؟ اینجا واقعا اینجا حجاب داشتن اینجا واقعی تر یا حجاب داشتن ایران؟ خب ایران خب میدونی که به هر حال یه سری چیزا خب چون اجباریه نمیتونی تشخیص بدی که این واقعا مسلمون واقعیه یا مثلا نیست. ممکنه یکی قلبی ظاهر حجاب نداشته باشه ولی قلبی مسلمون باشه، ولی اینجا میای احساس میکنم خالص‌تره طرف. مثلا اگه مسجدش هم میره و اینا خب فکر میکنم خالص‌تر باشه چون انتخابشه که بره. اینجا اجباری رو سرش نیست، خودش خواسته. تو میدونی اینجا توی خیابون بیویو 3 تا چیز کن بله یه مسجد هست دقیقاً کنارش در واقع عبادتگاه اسرائیلیا هست در کنار مسجده و دقیقاً در کنار اون یکی عبادتگاه چینی هست، معبدشون. این نشون دهنده این هست که میتونن در کنار هم باشن و همدیگر نخورن. شما تو ایران خودمون زندگیتون رو بکنین، اعتقادات خودتون رو داشته باشین و هر کس اعتقاد خوش و هم احترام هم میذاره. از لانگ از این که تا زمانی که به همدیگه احترام بذاریم هیچ کس قرار نیست هیچ کس رو آزار بده. از لانگ از این که اعتقاداتمون رو به همدیگه فورس نکنیم، تزریق نکنیم، اجبار نکنیم. و من خیلی واقعا لذت اولین باری که از ایران اومدم بیرون، اولین سفری که رفتم فکر میکنم 22-23 سالم بود. رفتم سفری که رفتم استانبول. یه چیزی دیدم خیلی برام عجیب بود. توی یک اتوبوس 2 تا دختر مدرسه‌ای بودن، یکیش با شلوارک با شورت بود با موهای باز، یکی دیگهش با پوشش کاملا اسلامی بدونی که یک ذره از مچ دستش به بالا معلوم باشه یا گردی صورتش بیشتر معلوم باشه و با هم میگفتن و میخندیدن و من گفتم مگه میشه؟ دقیقا ببین بکگراند پس میشه، میدونی؟ آره میشه. اینجا که دیگه من مثلا میبینم تو کمپانی مختلف اصلا طرف HR هست، حجاب کاملا 100% اسلامی داره، اعتقادات اسلامی داره، فاستینگ میکنه وقتی که روزه هست. همکارهای غیر مسلمونش به احترام اون بهش احترام میذارن، مثلا غذا درست میخوان بکنن گرم کنن میرن یه جایی که بوش نره. ببین اینها یه چیز انسانیه، اینا دیگه اصلا واقعا ربطی به چیز نداره، اعتقاد نداره انسان. خب همینی که میگه الان خود جواب خودت هم میدی دیگه. تو ایران همین که میگم بکگراند، خب تو ایران خودمون تو نگاه کن ما چقدر داشتیم که رو بهایی‌ها حساس بودن، یادته؟ بله. خب توی کشوری که بابا خب اونم هموطن ماست. حالا دینش فرق میکنه، مثل سنی داریم، شیعه داریم، بابا هممون ولی ایرانی. خیلی جبهه میگرفتن یاد باشه. خب همون آدما بیان اینجا همونن دیگه. جبهه گرفتنه که بهترین اتفاقش بود. اتفاقهایی که از براشون میافتاد، چه برای به خاطر دینت، بهایی هستی، نمیدونم زرتشتی هستی، مسیحی هستی یا هر دین دیگه ای که داری، تو از حقوق اولیت محروم میشدی، تو از دانشگاه اخراج میشدی، تو از سرکار اخراج میشدی، گزینش اداره ها اصلا خیلی متاسفم واقعا. وقتی که به عمقش نگاه کنی فقط غبطه میخوری که چطوری ما خودمون رو اینجوری تفرقه انداختیم، خودمون کردیم، به سر خودمون آوردیم و
مطمئنم درست میشه که همین الان نسل جدید امکان نداره این چیزها رو بپذیره. آره اینا پشت همن، قفل هستن و پشت هم اصلا دیگه نمیشه. با وجود سوشال مدیا اصلا دیگه نمیتونی تو سوشال مدیا خیلی افکار مردم و واقعا حالا خیلی چیزای بدم داشت توش، مضر بوده تو زندگی‌ها، ولی به نظر من خیلی چیزای آموزنده هم داشت دیگه. بستگی داره تو پوینت رو می‌خوای بگیری. دقیقاً همینطور. خب از این بحث بگذریم، از ازدواج بگو بهم. متأهل هستی و هپی مریج ها؟ میخوام بدونم که به نظرت اول اینکه نظر راجع به ازدواج چیه، دو اینکه به من بگو آدمایی که میخوان مهاجرت کنن مجردا بهتری بیان براشون یا متأهلا بیان، یا اون متأهلایی که میخوان بیان با هم بیان یا جدا بیان؟ اینا رو بهم یکم توضیح بده. ببین من فکر میکنم که اگر کسی مثلا اینجا، بعضی مثلا میبینی رفیقش اونجاست، مثلا یک کاری رو مثلا مهیا کرده، چیزی یک نفر رو میشناسه، خب اون بد نیست که مثلا طرف ازدواج کرده هم هست بیان، چون اولی که میای خیلی هومسیک که میگیم، خیلی احساس تنهایی بدی میکنی، چون خب بابا محیطت عوض شده، از مملکتت زدی بیرون، یه تیکه از وجودت، حالا پدرت و مادرت و وطنت رو گذاشتی اومدی، که یک نفر به عنوان همسر کنارت باشه، تنها نباشی، اون به نظر من خیلی خوبه. آره یعنی متأهلی من فکر میکنم. ولی خب این هم که میگن حالا زن اول بیاد یا مرد اول بیاد و اینا، خب اون بستگی به کارهای مثلا حالا اداریشون و اینا داره دیگه، که ولی بالاخره که میاد، میدونی بالاخره این طرف یکی اومده خوشحال یه دفعه مثلا 6-7 سال طول بکشه. نه دیگه اونجوری اگر خب خیلی رابطه خوبی هم با هم داشته باشن، به نظر من اصلا خوب نیست که 6-7 سال فاصله بیفته و اینا. تا چقدرش به نظرت نرماله؟ دیگه خیلی باشه 1 سال به نظر من، دیگه 1 سال دیگه غربت باشه یا تنهایی و جدا بودن. ولی از لحاظ پوینت دیگه هم نگاه کنی، طرف مثلا اینه، باز اینم اینجوری میشه نگاه کرد که خودش هنوز استیبل نیست. خب اینم یه خوبیشه. اینم یه خوبی داره که مثلا میگه بابا من خودم مثلا مجرد اون قسمت خوبه، میگه من خودم برم و با اصلا استیبل بشم فلان باشم، بعد میخوام یه زنی تازه با بچه‌ام، که باز بعضیا مثل خود من با بچه اومدم، بچه 2-3 سال. آره سخت‌تره ها، خیلی سخت‌تره. با پول بیام یا بدون پولم بیام اوکی؟ من خودم زمانی که اومدم خیلی با پول نیومدم، ولی خب اونایی که مثلا این سرمایه گذاری اینا میان، خب طبیعتاً زندگی راحت‌تری دارن. یادت هست چند بود دلار وقتی اومدی؟ اصلا یادم نمیاد، ولی خب فکر کنم میتونید گوگل کنیم 19 سال پیش دلار چقدر، اصلا نمیدونم. 20 تومن بود. 20 تومن؟ آره 20 تومن. نه آره 20,000 تومن. نه 20,000 تومن یا 20 تومن؟ نه بابا 20 تومن که نه بابا. 20,000 تومن که من 3 سال و نیم پیش تو 20,000 تومن. نه پس نمیدونم، نه اصلا یادم نمیاد، واقعا یادم نمیاد. وقتی نگاه میکنی که میبینی که تورم، مقایسه تورم اینجا اونجا رو انجام میدی، چی میگه؟ اصلا قابل مقایسه است به نظرت؟ مثلا اینجا تورم حالا 19 سال پیش که تو اومدی، آره مثلا نمیدونم چی بگم بهت، مثلا نمیدونم یه پاکت شیری مثلا $1 بوده، الان چقدر؟ الان مقایسه کنی با ایران که اون موقع فلان چیز چه عددی بوده، الان چه عددیه؟ اینجا خیلی لمس نمیشه اون تورمه به هر حال، چون میدونی خیلی نه انقدر چیز نشه تو 19 سال بخواد انقدر اذیتت کنه نیست. و اینجا خودت هم تو 3 سالی که هستی میبینی که از نظر مواد غذایی مثلا می‌بینی مثلا $1 توی مثلا 1 سال، چون کم کم می‌بینی اینجا مثلا 25 سنت 50 سنت اینجوری میبرن بالا دیگه. انقدر ملموس نیست. ولی من خودم میتونم بگم بزرگترین دغدغه من توی ایران مسائل مالی بود و عدم استیبل بودنه بود دیگه، عدم ثبات اقتصادیه بود که واقعا هرچی میدویدم احساس کنم دارم رو تردمیل میدم و الان و هر روز که چه عرض کنم، شاید روزی 2-3 بار دلار چک میکردم تو ایران هر روز. الان واقعا یادم نمیاد آخرین بار کی دلار آمریکا و کانادا رو چک کردم. هنوز دارم دلار با قیمت ریال ایران رو چک میکنم ولی اینی که الان بگم که مثلا توی اقتصاد، توی برنامه‌ریزی مالی من
نقشی داشته باشه اصلا نقش نداره، ولی اونجا هر کاری میخواستی بکنی بستگی به دلار داشت، هر کاری. آره، و این شاید بزرگترین تفاوتی بود که برای من ایجاد کرد و پیر داشتم میشدم قشنگ. نفیسه ریش من سکه‌ای میریخت. میگن از استرس هم انقدر استرس وحشتناکی داشت، چون مثلا یه حرکت مالی میخواستم بزنم که بستگی به این داشت که مثلا 1 ماه آینده روند دلار همین باشه، روندش اینجوری بالا یا اینجوری پایین نباشه، چون منو نابود میکرد، از خاک بلند میکرد یا میزدم به خاک. خب خیلی خیلی یه دفعه تفاوتش زیاد میشه دیگه، برای همین اینجا اینقدر نمیشه. توی دوران سال 90 فکر میکنم اینا بود، 90-92 این عددا بود، یا شاید هم قبلترش. یه ماشینی من خریدم، نه قبلترش بود، زیر 90 بود، پس همون دوران احمدی نژاد که گرون شد. آقا من امروز ماشین پرشیا رو فروختم 11 میلیون، یک هفته بعد شد 18 یا 19 میلیون توی یک هفته. اینقدر تفاوت. و من به خاک خوردم، یعنی قشنگ ضرر کردم، خیلی وحشتناک بود و یکی از مسائل متغیر خیلی مهمی هست، خیلی مهمه، مخصوصا برای کسی که این مسائل براش اهمیت داشته باشه یا بک‌گراند مالی قوی نداشته باشه. میدونی باشه دقیقاً. نفس خودت رو مهاجر معمولی میدونی یا مهاجر اکستریمی بودی که با پول خیلی زیادی اومدی و یا اینکه مثلا نمیدونم اینجا درآمد آنچنانی داری؟ نه معمولی. من خودم مهاجرت برای آدم معمولی خوبه؟ خیلی اولش سخته، خیلی سخته، مخصوصا اگر اینکه تو ایران مثلا از نظر اجتماعی خوب باشی. متوجهم. شد یکی میبینی مثلا خب تو ایران هم خب مثلا همه زندگی که الان داره تازه مالی، خب ایرانش هم همین بوده. فکر میکنی اگر مهاجرت نمی کردی الان توی ایران خوشحال بودی؟ ببین هیچی نمیتونی گارانتی کنی که آورال اوورال بگی. شاید با این وضعیتی که الان بود میگفتم نه من مثلا برم مثلا، ولی من همیشه بهت بگم همیشه عشق این داشتم که برم مثلا خارج، تا اون بچگی هم اینا، ولی هیچ وقت به این که بخوام زندگی کنم فکر نمی‌کردم. فقط دوست داشتم برم مثلا بگردم، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که بیام اینقدر مثلا مستقل بشم، یعنی اینجا زندگی کنم و اینا، اقامت بگیرم. اگر زمان برگرده دوباره مهاجرت میکنی؟ فکر نمیکنم. با اینکه خیلی چیزای اینجا بهتر از ایرانه، اینجوری حالا بگم واقعا خیلی چیزاش، ولی خب ایران هم تو یک سری چیزا داری که یه چیزی مثلا پدر مادر، مثلا خانواده، واقعا پرایسلس هستن اینا. یه چیزایی هستن که تو چند تا مگه پدر مادر داری، چند تا برادر داری. به نظرت وابستگی که همه جامعه ایرانی به خانواده دارن خوب هست یا بد؟ مقایست با این باشه که یک فرد کانادایی وابستگی به خانواده نداره و میبینی. آره اینا خیلی زودتر مستقل میشن. ببین خیلی خوب نیست. نه من فکر میکنم خوب آدم عاطفی باشه، احساسات، ولی نباید اون احساسات بذاره تو از هدف دور بشی. اگه هدف داری واقعا اینجا مثلا چیز، خب میتونی بگی به خاطر هدفم میام، تحملم میکنم چون هدف دارم تو ذهنم. ولی اگه بخوای خیلی من یکی از دوستام همون 19 سال پیش که اومدم با من همزمان اومد، اونم دقیقا عین من یک دونه دختر بود و مشهد که بودیم توی دانشگاه با هم آشنا شدیم، دانشگاهی که مترجمی میخوندیم. اون نتونست، اون یک ماه اولی که نه یک ماه اومد، آره گفت نه من ایرانو با همون بلوش و با همون شلوغی و بیقانونیاش دوست دارم. به نظر اگر اون دوستتو الان ببینی و ازش سوال بپرسی که کار درستی کردی یا نه، به نظر چی میگه؟ فکر میکنم بازم بگه خوشحالم که اون رفتم، خاطر اینکه چون پیش خانواده‌اش حالش خوب بود. میدونی الان خیلی اینجا پیش خانواده هاشون حالشون خوب نبوده، حالا مثلا به هر دلیلی مشکلات حالا عاطفی یا هر چیزی زیاد داشتن، برای اون آدم فرقی نمیکنه تا هر جایی بری. حالا مثلا میخواد چیکار کنه، کوچه خاطرات و فلان،
ما کوچه رو که تنها نمیخوایم، با اون آدماش میخوایم. درسته، دقیقاً درسته. آره قبول دارم حرفت. این وابستگی احساسی که به خانواده ها ما داریم متغیر بسیار بزرگیه. دقیقاً. و واقعا گیم چنجره. من هر کسی توی اینستاگرامم توی دایرکت بهم میگن که واقعا چه جوریه به ما میشه راهنمایی کنی، میگم اول از همه عاطفی یا نه. میگه وای نه من بدون مامانم میمیرم. گفتم نه یا نمیشه. قشنگ گفت نمیتونم بدون مامانم نمیشه. یه چیزی خوندم خیلی دارکه ولی خیلی قشنگ بود به نظرم. میگه که مهاجرت مثل مردنه. تو میمیری ولی زیر خاک نمیری، جای دیگه داری زندگی میکنی مثل بهشت، ولی دیگه اونجا حضور نداری، توی اون پیش خانوادت و در کنار عزیزات نیستی. فرقش اینه که زیر خاک نمیری فقط. خیلی دارکه دقیقا. اما نمیدونم بعضی وقتا بهش فکر میگم حقیقت داره. خب معمولا هم خیلی چیزی که حقیقته و تلخه دیگه، ولی خب حقیقت هست دیگه. من یک از دوستام حرف قشنگی میزد، میگفتش که اونم خیلی مخالف اینجا بود ولی به خاطر بچه‌هاش اومده بود. میگفت بابا اصلا من نخواستم این مهاجرت کانادا رو، تو بهشت تنها انتخاب باید بکنم یا جهنم با عزیزانم. آره درسته. این خیلی مهمه. آره. آخرین سوالی که میخوام ازت بپرسم نفیسه، اگر الان اون افرادی که توی ایران هستند یا تازه مهاجرت کردن صحبتاتو بخوان بشنون، توصیه تو چی هست بهشون؟ چه اونایی که توی ایران هستن چه اونایی که تازه مهاجرت کردن. میتونی در 2 تا توصیه مختلف هم بگی. خب بستگی داره که ببینم برای چی میخواد بیاد اینجا مهاجرت کنه. یکی مهاجرت تحصیلی داره، قطعا بیا. میخوای درس بخونی قطعا بیا اینجا همه چیش آپدیت دیگه. از درسی و از نظر ادویکیشنالش خب آپدیته. ولی از این لحاظ که فقط بیای نه همه دارن میرن منم برم ببینم چه خبره، خب اونم میتونه طرف بیاد امتحان کنه، میتونه یه مدت مثلا خوب نیست برمیگه، ولی هدف خاصی پشتت باشه، آره داشته باشه. پس اینجوری فکر کنم بهتره که بگی که بدون هدف مهاجرت نکن، اصلا نکن، چون بگی دارن همه میرن و اینکه ایران دیگه جای موندن نیست، نه اینو نگو. ایران جای موندن نیست برم فقط صرفا برای این نیا. چرا بچه داری برای آینده بچه‌ت میخوای بیای. آره چون واقعا اگه هدف نداشته باشی نابودت میکنه. آره. تو تنها دلیلی که این سختی ها رو ببین، تنها دلیلی که این سختی ها رو به جون میخری و تحمل میکنی اون هدفته. حالا فکر اون هدفت نباشه نابودت میکنه، قشنگ نابودت میکنه. همون هدفه بهت امید میده دیگه. حالا به اونایی که اینجا هستن، حالا مهاجرت کردن چه آمریکا چه کانادا چه اروپا، ولی تازه مثلا زیر 1 سالن، چی میگی؟ چه توصیه‌ای داری براشون؟ خب اگه حالش خوبه اینجا ادامه بده دیگه، دوست داره اینجا رو. آقا توی 1 سال اول هیچ کس حالش خوب نیست، تو هم نبودی، هیچ کس حالش خوب نیست. من 1 سال اول هر روز گریه میکردم، دقیقاً هر روز گریه میکردم، ولی احساس میکنی که یک راهی رو خودت انتخاب کردی اومدی، میگی بذار تمومش کنم. میدونی تموم کردن من چی بود؟ گفتم سیتیزن بشم برمیگردم. ولی وقتی سیتیزنم بعد از 19 فکر بکن سیتیزنم میشی دیگه، باز با خودت چی میگی؟ میگی بعد از این همه من دیگه با اینجا همه چیش دیگه آشنا شدم، کجا برگردم دیگه؟ باز الان مثلا من دیگه دارم یه کانادایی میشم شدم، ولی تو دیگه خوبی دیگه که میری و میای من یه خوبی که دقیقاً اطراف یعنی این در واقع تو داری در واقع خوبی اینور و اونور دوتاش همزمان استفاده کنی. من اصلا نذاشتم از اونایی بشم که طرف میگم من دوستام بودم میگم 20 سالمو نرفتیم. آره منم موافقم. اشتباه مملکتمه، مالمه، مال خودمه. کسی نمیتونه ازم بگیره. کسایی که دوستشون دارم حق ندارم من سالی یه بار پدر و مادرمو ببینم. درسته، دقیقاً. منم دقیقاً همین. من میگم شرایطشو داشته باشین ایجاب کنه، از خیلی چیزاتون بزنین ولی برین ایرانو برین. مثلا من به بابام میگم که اومدن اینجا، یه بار اومدن، خب خیلی سنای بالا خیلی خوششون نمیاد دیگه، خیلی سختشون دیگه تو اون سن با اون روند اونجا.
مثلا میگم بابا من دوباره براتون دعوتنامه مثلا میفرستم بیاین دیگه، میگی نه عزیزم تو میای همه رو میبینی، عمه خاله همه تو رو میبینن، ولی ما که میایم فقط خودمونیم، ولی تو بیا هم ما رو میبینی هم بقیه رو میبینی، داداشات اصلا دایی عمه خاله اونجا خب راحت تر هستن، اینجا بیان نمیدونن واقعا اینجا چیکار کنن چجوری، مخصوصا سنوال خیلی سخت. ولی حداقل توصیه که میتونم به اون کسایی که به قول تو میگی 1 ساله اومدن میگم سعی کن تنها نباشین. تنهایی آدم اونجا دیوونه میکنه. یعنی نباشین. من خودت دیدی که اخلاق من یکم سوشالم خوبه، یعنی دوست دارم کانکشن دارم، این بر اون بر. خب به هر حال از طریق زومبام که خیلی منو میشناسن، مربی زومبام و اینا، الان به تازگی چند ماه یک گروهی رو باز کردیم، گروه به نام پرووایب، تورنتو پرووایب. آره فعالم، میبینم چقدر آره هست. خیلی دلم میخواد فعالیت کنم، به نظر من هر از گاهی بیا، حالا یک سری بحثا رو میتونی بیاری. آره بعضی بچه‌ها هم که تو رو میشناسن دیگه. بله قطعا تو هم شناخته شده یا میشناسن. خیلی حالمون خوبه و بیشتر بچه‌ها نیوکامرن توی گروهمون. همه یه کامیونیتی ایجاد می‌کنن. باریکلا. بعد خیلی اصلا احساس می‌کنم خب به نظرت چرا اینقدر تو گروه فعالن؟ چون تنهان. آره. چون حالشون خوب میشه میاد تو گروه. میتونه طرف برات بشه تلویزیون نگاه کنه. دقیقاً. میتونه برید کتاب بخونه. هومسیک میشه آدم. تنهایی نابودگره. دقیقاً. آره شده حالا کاری ندارم. دوست شاید به نظر من بزرگترین چالش مهاجرت تنهاییش خیلی آدمو اذیت میکنه. آره به نظر من تنها نمونین. برین اینور اونور، ویکنداتون رو پر کنین. که حداقل مثلا بدونین که بابا اگه در طول هفته کار میکنی به امیدی که بابا باز ویکند دارین میرین چیزی داشته باشین. من توصیه‌ام حداقل اینه که تنها نباشین. عالی، مرسی واقعا بابت وقتی گذاشتی. دمت گرم. مرسی، خوشحال شدم، لذت بردم. قربونت، مرسی. ان شاء الله بیشتر ببینیم. ان شاء الله. امید دیدار بعدی. موفق باشی. قربونت. مرسی.